یکی از متداول ترین دردها درد کمر، مخصوصا برای بچه‌هایی که بدنسازی کار میکنن. به نظر من یکی از دلایل بزرگش ضعف عضلات باسنه، مخصوصا عضلات کناری باسن. این عضلات کناری باسن باعث میشه این کمرتون رو بالانس استیبل نگه میداره. ما توی مفاصل یه سری مفصل داریم که حرکت میکنه، مثل مفصل سرشونه، مثل مفصل لگن، اینا حرکت میکنه. بعضی مفصل‌ها حرکت نباید بکنه، باید ثابت باشه، مثل کمر. ببینید این کمر لومبارد بهش میگن. این کمرتون رو اگه عضلات نگه میداره که اون عضلات باید قوی باشه. حالا من بهتون چند تا حرکت نشون میدم که این عضلاتی که این کمر رو ثابت نگه میداره رو شما بتونید قوی بکنید، که اگه اونایی که کمردرد دارن انشاءالله کمردردشون بهتر میشه. اگر هم کمردرد ندارید باعث میشه که این عضلات قوی بشه که کمردرد شما نگیرید. ببینید یکی از ساده ترین حرکات برای کنار باسن، عضلات کناری، گلوت میدیس میگن، اسم زیاد مهم نیست. ببینید اینو شما ببرید به سمت بالا، پاتون رو تقریبا 90 درجه بذارید، اینو ببرید بالا بیارید پایین. نمیخوام اینجوری کنید، میبرید بالا. این عضلات رو صفر بکنید، عضلات کنار باسن رو یواش بیارید پایین. این عضلات رو صفر کنید، بیارید پایین. اگه براتون آسونه میخواید سخت‌ترش کنید، اینو بلند کنید، لگنتون رو روی زمین. این الان هم به پایین فشار میاره هم به بالا. باز کنید. این حرکت مورد علاقه من. بچه این حرکات رو من روزایی که باشگاه نمیرم اینجا بعد از تردمیل حتما این حرکات رو میزنم. برای عضله بزرگ ببینید بهترین حرکت همین حرکت پله. خب فقط نمیخوام اینجوری سری بزنید، میارید بالا، یه مقدار این اسکویز کنید، به قول من منقبض کنید عضله باسن رو، یه چند ثانیه فشار بدید، قشنگ دستتون رو بذارید رو عضله باسن که قشنگ حس کنید صفر شده، یواش برید پایین. مثلا اینو میزنید خود به خود کمره اصلا باز میشه، راحت میشه عضله کمر. برای اگه این حرکت براتون آسوده میتونید یه وزنه بذارید روی لگنتون، یا یه پا رو ببرید بالا، با این دست پاتون رو بگیرید، اینو ببرید بالا این طرفو، اینو دوباره عضله رو انقباض بکنید، اسکویزش بکنید، یواش بیایید پایین. اگه شما حرکت باسن، این حرکت پولو میزنید، باسنتون رو حس نمی کنید، پشت پاتون رو حس میکنید، این یه مشکله تو فیزیوتراپی هست، عضلات باسنتون خوابیده. این یه ذره پاتون رو ببرید به سمت پایین، دستتون رو ببرید اینجوری کنار بذارید، یه ذره این پاشنه رو ببرید بالا، پاشنه پاتون رو، این عضله رو منقبض بکنید، فقط برای اینکه فشار از پشت پا وردارین بندازید روی عضله باسن، بعد بیارید پایین. حالا برای عضله شکم ببینید دستتون رو بذارید زیر این تقریبا این قوسی کمر هست، یه مقدار بذارید، یه پاتون رو ببرید پایین، دراز بکشید. فقط میخوام شکمتون رو صفر بکنید. شکمتون رو صفر بکنید خودتون حس میکنید. وقتی شکمتون رو صفر میکنید لگنتون یه ذره میره به سمت پایین. ببینید شکمتون رو صفر بکنید، فقط سرتون رو یه ذره از روی این دوشکی ببرید بالا، روی مته. همین. ببینید من به شاگردان اینو دست میزنم، باید شکمتون رو صفر بکنید. من به شاگردان اینجوری ضربه میزنم، نه که اینجوری مش بزنم، همین ضربه میزنم، میخوام متوجه شن که این شکم رو صفر بکنید. وقتی که این شکم صفر میشه، این مثل یه کمربند طبیعی این کمر رو نگه میداره. ببین فقط همین، نمیخوام بدترین کاری که شما میتونید بکنید این دراز نشست موقع که کمرتون درد میکنه. اصلا من این حرکت رو نمیزنم، همین فقط یک مقدار چند سانت سرتون رو ببرید بالا، اینو صفر بکنید. اگر هم دید گردنتون درد میکنه یه ذره گردنتون بیاد به سمت پایین. حرکت بعدی خیلی عالیه، پلنک از بغله. اگه نمیتونید کمرتون درد میکنه یا نمیتونید پلنک معمولی بزنید، ببینید اول اینجوری با زانوتون بزنید پایین برید بالا. مرحله بعدی یه پای بالا رو صاف بکنید، پای پایین رو همونجوری حالت پلنک همون 90 درجه تقریبا نگه دارید، برید بالا. بعدا مرحله بعدی این پاتون رو ببرید پایین، صاف بکنید، دستتون رو اینجوری نگه دارید. میخواید سخت‌ترش کنید اینو بذارید روی
پای بالا دست رو بذارید روی کمرتون. میخواید هم سخت‌ترش بکنید میتونید اینجوری بکنید. آخرین مرحله اینجوریه. بعدم میتونید یه دمبل بگیرید دستتون اینجوری بالا پایین ببرید. این از مرحله اول تا بالا یعنی حرفه‌ایشو بهتون گفتم. یکی از حرکات عالی هم برد داگه. ببینید این پاتون رو صاف بکنید. نمیخوام ببرید بالا، یه ذره پایین اینجوری مشت کنید، نگه دارید. این کف این پاتون هم اینجوری نگه ندارید، اینجوری نگه دارید. یعنی از این نوک انگشت پا تا این نوک انگشت دست باید شما اینجوری هم در حالت کشیده نگه دارید، هم صفر کنید. عضلات پشت پا، عضلات ساق، عضلات باسن، شکم، دست، همه رو باید صفر بکنید. نمیخوام شل باشه اینجوری تکون بخورید، یه اینجوری کنید، اینجوری میکنم شاگردا بعضی‌ها. نه، میخوام قشنگ عضلات رو صفر بکنید، نگه دارید، یواش بیارید پایین، نگه دارید، یواش بیاریم پایین. حرکات زیاده ولی من مهمترینشون رو بهتون نشون دادم. من روزایی که باشگاه نمیرم تو خونه نمیشینم، یه نیم ساعت 45 دقیقه تردمیل میزنم. بعد از تردمیل زدن حتما این حرکات رو انجام میدم. کمرم هم درد بکنه نکنه من میزنم این حرکات رو. فقط یه چیز راجع به 3 تا تکرار بهتون بگم. اینا رو معمولا 2 ست میزنم با 5 تا 10 تا تکرار. شما هم همین کارو میتونید بکنید. ولی اگه کمرتون درد میکنه، اگه موقعی که کمر من درد بگیره، بالاخره ما هم آدمیم دیگه، بالاخره کمر درد میگیره، اشتباه آدم میکنه. من 2 تا 3 تا یعنی 2 بار تا 3 بار این حرکات رو میزنم. مخصوصا این پلنک از بغل رو 2-3 بار میزنم در روز تا این کردن از بین بره. بچه تو دیسکریپشن تعداد 3 تا تکرار رو براتون مینویسم.